این هفته خبر تو خبر داره براتون از 6 کلاسه دروغگو که آب و نون مردم رو قطع کرده و دنبال خیمه شب‌بازی‌های دانش بنیانه. در دولت باز مطرح خواهیم کرد که این کار رو اجرایی و عملیاتی کنن، یعنی به شکل واقعی از کار دانش بنیان حمایت کنن. یه متخصص ما اینجا نگه که من بازار ندارم، من میتونم این کار رو تجاری سازی کنم، اما در عین حال دستگاه اداری ما بیاد این محصول رو از خارج از کشور وارد بکنه. ما اینو گفتیم هرگز دستگاهی نباید این کارو بکنه. یعنی محصولی که در داخل کشور میتونه با استانداردهای لازم تولید بشه چرا از خارج کشور وارد بشه؟ این جفای به تولید کننده داخلی است و جفای به تولید کشوره. ما این رو با قدرت جلوشو میگیریم ان شاء الله. این شما و این هم یکی از تولیدات دانش بنیان در نظام ولایت. الان خودرویی که ملاحظه میکنید دربش بازه با استفاده از ریموت. در بسته شد، اینم کلید خودرو. خب حالا با استفاده از برف واکن به سمت بالا داده میشه، درب خودرو باز شد. اول فکر کردیم که خودروی هم ایراد داره، ولی با استفاده از اینکه دو سه تا از خودروهای دیگه هم امتحان شد همین ایرادو داشتن. واقعا تاسف دارم برای شرکت ایران خودرو و خودروی ملی. عزیزان مواظب باشید که کلاه سرتون نره. خداحافظ. احتمالاً اگه قرار باشه آخوندا از صنایع هوایی دانش بنیان پرده برداری کنن سراغ یه چنین چیزی میرن. محصولات زمینی و هوایی دانش بنیان رو گفتیم، حالا یه سری هم به تولیدات دریاییشون بزنیم. این شما و این هم یه ابتکار دانش بنیان در امر مبارزه با ویروس. اول خب وعدن پلاستیک وعدن، بعد پلاستیک وعدیم اتبینیم هر که میایم ماس نداره پیوزش هم میاره داخل. بعد گفتیم چه کنیم که میکروباش ویروسش نهایم حلقمون مجبوریم این کار کنیم. یعنی روشن چه کنیم موتور دوربولوی ویروس را می حلق خودش، یعنی وشب دراریم یاد گیریم. باید به آخوند رئیسی گفت تو جواب قیمت ها رو بده. تولیدات دانش بنیان پیشکش. در زمان ریاست جمهوری شما سهمیه وانت ها از 340 لیتر رسیده به 135 لیتر. آقای رئیسی نمیدونم مشاورین شما رو از کدوم طویله انتخاب میکنید؟ وقتی ماشینی که حمل بار میکنه بنزین نداشته باشه کرایش 2 برابر میشه، کرایش 2 برابر بشه جنسی که تحویل میدیم از بنکدار به فروشنده قیمتش میره بالاتر و این هم به گرانی دامن میزنه. آقای رئیسی از اون طرف تیوی ریش طبق معمول مشغول وعده درمانی و تبلیغات مسخره درباره حل شدن مشکل آب مردم شهر کرده. تمامی تیم‌های تخصصی از سراسر کشور به مرکز استان اعزام شدند و چندین برنامه کاری در دستور کار قرار گرفت، از جمله خطوط پدافندی که در راستای تامین آب شرب شهر کرد مد نظر بود. در واقع در ساعات اولیه امروز تلاش هست که انشالله آب شرب در واقع وارد شبکه بشه. این هم نتیجه اعزام تیم‌های تخصصی و خطوط پدافندی و کشک و دوغ آخوند رئیسی. وضعیت آب بعد 11 روز. هیچ آبی نمیاد. پدرزن آخوند رئیسی هم دوریاریش افتاده که سوژه پیکشادی شده و دنیا داره بهشون میخنده. لذایی که بعضیا میان در مقام تخته، در مقام نقد میگن آقای حرفی که شما میزنید دنیا نمیپسندد. خب دنیا نپسنده، به درک دنیا نپسندید. میگه آقا دنیا داره به ما میخنده. خب بله، خب بخنده.
البته هر ضربه‌ای که نثار فک رئیسی میشه مستقیم میخوره تو ملاج عظما. اینجاست که آخوندا دست به کار میشن تا یه جوری شکاف‌های عظما رو بخیه بزنن. آقا میفرمود که به چه دلیل شما زبان انگلیسی را تو کشور اینقدر ترویج میدید؟ بعد از ظهر بعضیا سخنرانی میکردن میگفتن انگلیسی زبان بین المللی ماست، زبان بین المللی. آقا صبح گفته اینقدر بها به زبان انگلیسی ندید، بعد از ظهر جواب دیگر، برخورد دیگر. اینا اسمش ولایت شعاری است. خلاصه این که وضعیت نظام خیلی بحرانیه و همشون هم میدونن که همین روزاست که زیر پاشون خالی بشه. حالا یه سری به یکی از همایش‌های مجازی نظام بزنیم ببینیم چه خبره. چالش فضای مجازی برگزار کردند که خودش پر چالش بود. از همه مهمتر مخاطبای این همایش مجازی بودند، فقط اومده بودند. واتساپ داری؟ نه. واتساپ میدونین چیه؟ واتساپ منظورتون که چیه؟ تلگرام چی؟ تلگرام نمی‌دونم. میدونین چیه؟ نه درست نمیدونم واتساپ تلگرام. این الان اینجا چی داره میگه این بنده خدا؟ این دارم درباره استفاده کردن از تلویزیون. واتساپ میدونین چیه واتساپ؟ دارم فکر کنم همین چیزا باشه. این همایشه چه همایشیه؟ این همایش مجازیه فکر کنم همشه. شما چطور؟ واتساپ داری؟ نخیر. تلگرام چی؟ میدونین چیه؟ حالا اگه سوالتون شده که خروجی این همایش‌های مسخره چیه، یه نگاهی به این طنز اینترنتی بندازید که همه چی رو توش گفته. تو چی کار کردی؟ یک کم پهنای بانده کم کردم. اون مردم صداشون در اومده. بیا یکم بیشتر. نه دیگه بابا توقعشا رو بیارن پایین. خب الان چی بگم بهشون؟ بابا یکی از بیچا پاش به کاب گیر کرده، بی زیر ساختا اینا مشکل داشت، درست رفت. بابا یک چیز قدر افتاد درستش کرد. برو عذرخواهی بکو. باشه. مشنگستان این هفته رو با یکی از دریوری‌های امام مشنگا شروع می‌کنیم که قشنگ نشون میده مردم ایران سال 57 با چه هیولایی طرف شدن. افراد ملی به درد ما نمیخورند، افراد مسلم به درد ما میخورند. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخوایم، ملیت را میخوایم و اسلام را نمیخوایم. البته مردم هم با درست کردن کلیپ های طنز روزه های خمینی ملعون رو قشنگ شبیه سازی میکنن. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است و مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن. تیویریش اومده راجع به خمینی سریال درست کنه، یه چنین سوتی داده. ببین جوان، راه تو از راه خمینی جدا کن. اگه مملکت تو دوست داری راه تو از راه خمینی جدا کن. خمینی مملکت نابود میکنه، میفهمی؟ حالا ببینید نظام باقی مونده از خمینی دجال بعد از 43 سال مال مردم خوری به چه روزی افتاده. اینا را یکی از کارشناسای خود نظام داره میگه.
ببین اینقدر این دستگاه فاسد شده که بدون ایجاد روزی 5000 میلیارد تومان نقدینگی نمیتونه ادامه حیات بده. ما همش هم کسی بودجه نیست، 1/3 کسی بودجه، بقیهش عین دزدیه. یعنی عین یه معتادی که حاضر اموال ننه‌شو، باباشو، فرششو، زندگیشو، بچه‌هاشو بفروشه، خرج اعتیادش کنه. سیستم جمهوری اسلامی الان افتاده به این روز که این کارا داره انجام میده با از طریق چاپ نقدی. در شرایطی که اختلاس‌های نجومی آخوندا و فساد 91,000 میلیاردی فولاد مبارکه مثل بمب تو ایران صدا کرده، ببینید برای مردم چه نسخه هایی میپیچن. یه بخشی از مشکلات اقتصادی آقا سبک زندگی خود ما، سبک زندگی ما غلطه. اصلا زندگیشون از ما ساده تر، زحمت بیشتر، اسرافشون از ما کمتر، اصلا به اندازه ما اسراف نمیکنن. بعد لوازم کهنه‌شون رو لوازم چیز دور نمیندازن. ما الان اینجا هر کی یک کمی پولدار میشه هر چند سال یک بار کل مبلمان و خونه‌ش و کل کابینت و آشپزخونه‌ش اینا همه رو عوض میکنه. خب تو بعضی از این کشورها اصلا میخندن به این حالتا، مسخره میکنن ما رو. این خرس پشمالو هم میگه مردم ایران برن خدا رو شکر کنن که تو خونه‌شون حموم و دستشویی هست. یعنی ما در ایران یه چیزهایی رو داریم که حس نمی کنیم داریم. یعنی ما اینی که در منزل دستشویی داریم و حموم داریم، این چیزی هستش که خب مگه میشه نداشت؟ بله میشه نداشت. از اون طرف پول ملت رو بالا میکشن، از این طرف ببینید چه نمایش‌های مسخره‌ای را میندازن. گفتن میخوایم برای عشایر مواد غذایی کمکی بیاریم، بعد بسته ها رو چیدن، فیلم گرفتن، حالا دارن جمع میکنن. این اقلام بردن نشون مردم رو دادن و بردن عقب. این تانکر این مواد غذایی بیاره به عشایران گرامی، همشونو بار کردن برای خودشون دارن میبرن عقب. کسی چیزی نداره، فقط یه فیلم گرفتن. مشنگ داریم براتون، اونم چه مشنگی، مشنگ عمامه دار. ببینید کرکوپر آخوندا چطوری ریخته که مجبور شدن بزنن تو کار تبلیغ مجتمع و این مسخره بازی ها. این هم آقا ادامه جلسه ماه بالاخره مجتمع تفریحی شهید شمران، حتما دوستان تشریف بیارن با خانواده. ما نمونه بازی‌هاش هم گذاشتیم، دیدید دیگه. چیزی که ما آخوندا رو مشغول کنه و ما رو راضی کنه قطعا شما رو هم راضی میکنه. آره یه روز وقت بذارید، به هر حال با خانواده بیایید و خوش میگذره. در سکانس آخر سری میزنیم به موزه حیات وحش و پرده برداری از یک گونه جانوری خطرناک. میخوام یکی از خطرناکترین موجودات روی زمین رو بهتون نشون بدم. خب شاید باورتون نشه چقدر این موجود میتونه خطرناک باشه، چقدر مخوف باشه. تعداد کشته هایی که در سال این موجود میتونه بده به مراتب بالاتر از هر موجود دیگه ای. خب اون موجود چیزی نیست جز حالا آخوند، خطرناکترین موجود روی زمین.